سلامونه محور ته خراغلاست. زه عبدالله میاخیل یم. دا اونۍ د افغان میرمنو د برخې له فعالې او حقوق پوه څانګه صدیقي سره خبرې کوو. تازه د طالبانو حکومت د دوی په مشر شیخ هیبت الله اخندزاده او د سترې محکمې په رئیس عبدالحکیم حقاني د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړې ته غبرګون ښودلی. دغه غبرګون نږدې 12 ساعته وروسته اخیستل شوی. په همدې موضوع له میرمن صدیقی سره خبرې کوو. خانم صدیقی، بسیار تشکر، فرصت دادین. مصروف هم هستین در کنفرانس و چند تا آمدید. بسیار از دیروز تا امروز بسیار مصروف هستین، مصاحبه و این مسائل. بسیار تشکر. اول میخوایم بفهمم احساستان در این مورد، چون یک قدم بسیار بزرگ است که لاحه گرفته. تشکر میاخیل صاحب، زنده باشین. اول خود از شما تشکر که فرصت را به ما دادین که همراه بینندگان و شنوندگان شما وصل شم. شما تشکر. و در ارتباط به احساس ما، حدود تقریبا بیش از 7 سال است که در پروسه ICC کار میکنم و از مراحل ابتدایی پروسه، زمانی که سرانوال محکمه کارش رو کرد، اجازه تحقیقات خواست، ما از اون مرحله به پروسه ICC داخل شدم و فکر میکنم که یک طفل که تولد شده بود و امروز 7 ساله است و به یک ثمره بسیار خوب رسیده و این برای من بسیار یک احساس خوشایند است. در کنارش این پروسه کار دست جمعی بود، کار تمام فعالان حقوق زن و خصوصا بعض مردم بود که نباید نادیده بگیریم، در کنار ما استاد شدن، محتوا تولید کردن، داکومنتیشن کردن، مستندسازی کردن و این یک اچیومنت یا یک دستاورد جمعی و گروهی است که من فکر میکنم اقدام بسیار بزرگ است و همه بهش خوش هستیم و امیدوار هستیم که زنای افغانستان روز از این دستاورد نتایج ملموس و لمس کننده به دست بیارن. بله، یک چیزی که بسیار قابل مقصدی است که طالبان 20 ساعت بعد واکنش نشان دادن. طالبان در واکنش به درخواست حکم بازداشت رهبر و قاضی و قضات این گروه گفتن که دادگاه لاحه برخورد دوگانه کرده. وزارت خارجه طالبان گفته که درخواست بازداشت هیبت الله اخندزاده و عبدالحکیم حقانی فاقد مبنای حقوقی عادلانه است و با انگیزه های سیاسی انجام شده. خب ببینید، طالبان از ابتدای کار و زمانی که قدرت در افغانستان به دست گرفتن و حاکمیت غیر مشروع خود بنا نهاندن، در هیچ پروسه حقوقی نخواستن پاسخ بدن، خصوصا در پروسه ICC. من در جریان هستم که ICC بارها به اینا مراجعه کرد و از اینا خواست که در مورد قضایا واکنش نشان بدن، در مورد استیتمنت ها یا بیانیه هایی که خود محکمه صادر میکرد، از او درخواست معلومات میکرد، ولی به هیچ پروسه حقوقی اینا پاسخ ندادن و این اصلا یک نراتیو است که از طرف طالب بسیار تلاش میشه که صورت بگیره تا تمام پروسه‌های حقوقی را از اعتبار خارج کنه و بیشتر او را شکل سیاسی بده، در حالی که محکمه کاملا پروسیجر حقوقی داره و تصامیمی که در محکمه گرفته میشه مبنای حقوقی داره. یعنی محکمه اسناد جمع آوری کرده است از طریق فعالین مختلف، از طریق نهادهای بین المللی، مثلا میکانیزم های مختلف در بین المللی مثل ریچارد بنت و تمام ساختاری که ریچارد بنت در اختیار داره بر از اینا مستندسازی کردن. در کنارش نهادهای بین المللی و مثل هیومن رایتس واچ، مثل امنستی، اینا کسایی بودن که در این پروسه دخیل بودن، بر از اینا اسناد روان شده و این کاملا یک پروسه حقوقی است که از ابتدای کار طالب او را مد نظر نگرفت، در هیچ مرحله همراهشان همکاری نکرد و در نهایت امروز مسلماً با چنین نظر و چنین دیدگاهی میاد بیرون، چون دیدگاه از طرف اونا سیاسی است ولی از طرف محکمه و پروسیجرهای محکمه مسلماً کار کاملا حقوقی است و بر مبنای خود اساسنامه روم که سند تأسیس محکمه است و همچنان بر اساس کار گروهی بین تمام نهادهای بین المللی این پروسه تکمیل شد و امروز ما به مرحله رسیدیم که درخواست حکم بازداشت صادر شد. یک چیز که من در مصاحبه شما هم شنیدم خانم صدیقی و دیگه همکارانتان، اونا گفتن که و شما هم به این نظر هستین که تنها حکم لاحه باید بالای شیخ هیبت الله اخندزاده و عبدالحکیم حقانی نه باید بالای دیگه اعضای طالبان هم تطبیق شود. فکر میکنین کیها باید
تحت پایگرد قانونی یا از طریق محکمه لاحق قرار بگیرد؟ خب ببینید، محکمه در کل در ساختار خود کسانی را مورد توجه قرار میده که در منصب‌های بسیار بلند قرار دارند و خصوصا در قسمت پالیسی سازی مصروف هستند. مسلما در قسمت جرایمی که محکمه فعلا تمرکزش بیشتر است بحث زناست و بحث جندر پرسیکیوشن است، یعنی آزار و اذیت و تبعیض زنان بر اساس جنسیت که جزء جرایم علیه بشریت است. در این منصب مسلما کسانی را مورد توجه قرار میده که در قسمت پالیسی سازی سهیم هستند، در کنار هیبت الله که فرمانهای ضد زن را مستقیما خودشان امضا میکردند و عبدالحکیم حقانی که بر اساس گزارشات مختلف کسی بوده که تئوریای خصوصا ایدئولوژیک طالبان را خلق میکنند. افراد مثل وزیر تحصیلات عالی، وزیر معارف و خصوصا رئیس استخبارات که عملا در شکنجه یکی از جرایم علیه بشریت است، او مستقیما دست داره، رئیس استخبارات، و یا مثلا کسی مثل وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر که مثل قانون جدید را که ساختن تماما در نقض قوانین حقوق بشری و همچنان قوانین خود اساسنامه روم هست. فکر میکنم این افرادی هستند که مد نظر محکمه هستند و اگر شما بیانیه سخنرانی محکمه را شنیده باشین و خوانده باشین، در او واضح و روشن گفته شده که افراد دیگر هم در لیست است که به زودی ما قرار بازداشت اونها را صادر میکنیم. من شخصا فکر میکنم که افراد بعدی این افراد خواهد بود. و به عنوان سوال آخر میفهم شما مصروف هم هستین، در مورد تاثیر حکم محکمه اگر بگوین که چقدر تاثیر داره بالای بر روابط طالبان با جهان؟ خب ببینید، این پروسه را باید جدا کنیم از بحث سیاسی. پروسه های حقوقی مسلما متفاوت هستند از پروسه های سیاسی. پروسه های سیاسی میتونه پروسه های حقوقی را تقویت ببخشد اگر تمایل سیاسی برای پروسه ICC یا سایر پروسه های حقوقی که بر ضد طالب داره فعال میشه، مکانیزم های مختلف فعال میشه که میتونه کمک کنه. اگر این تمایل ایجاد شود که طالب بیشتر فشار ببینه و پاسخگو باشه در ارتباط به نقض سریع حقوق بشر در افغانستان، من فکر میکنم که خب یک دستاورد بسیار کلان بود. ولی اگر ما بخوایم بگوییم که مستقیما این پروسه حقوقی روابط جهان را با طالب تحت تاثیر قرار میگذاره، من فکر میکنم چنین نیست و ما باید بیشتر در سطح سیاسی لابی کنیم برای پروسه های حقوقی. و من معتقد هستم که به هر حال با روی کار آمدن ترامپ و تغییر در رویکرد امریکا در مقابل طالب، من شخصا به اون امید دارم که پروسه حقوقی هم تقویت پیدا میکنه و امیدوار هستم که رویکرد جهان خصوصا کشورهای غربی در مقابل طالب تغییر کنه تا ما بتونیم به دستاوردهای بیشتر نایل شویم. سانگ صدیقی، فعال حقوق زنان افغانستان و حقوقدان، از حضورتان بسیار تشکر.